أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در اینجا انشاءالله سوره زلزلش میگن، اینه که سوره اذا زلزلت. این سوره از قیامت صحبت میکند و این سوره بعضی علما گفتند که سوره مکی هست. در حقیقت در اینجا 8 آیاتی که هست پورا بگیم از قیامت صحبت میکند که احوال انسان ها در قیامت چی میشنه باشد و آنها هر عملی کرده باشند آنها حتما اونها میبینن یا نه، حتما آنها را به پرگی درجه ذکر شده هست. فقط این سوره تحت لفظی ترجمه می شود و انشاءالله هر جایش که احتیاج باشه کمی در تحت آنها صحبت میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تا همین آیتی 5 بگیم. در اینجا از زمین صحبت میکند که زمین چی وظیفه را ادا میکند. اذا زلزلت هر وقتا که جنبانده شود یا که هنگامی که زمین به لرزش انداخته شود، یعنی که اذا زلزلت هنگامی که هر وقتا که جنبانده شود لرزانده شود الارض زمین. زلزالها گفته جنباندنی که خاص برای همون است. ضمیر به سوی چی زمین برمیگردن که جنبیدنی همون زمین ها. زلزالها گفته جنبیدنی همون زمین، یعنی که روز قیامت زمین به لرزه در آورده می شود که اون جنباندن خاصی همون زمین است. جنباندن همون زمین هست. این جنبیدن بسیار سخت است. یعنی که و اخرجت الارض اثقالها و بیرون میبرد زمین، میبرد هر چیزی که در تحت خودش هست. اثقالها گفته وزنی های خودش رو، هر چیزی که در داخل اون هست بیرون میبروید. بعضی مفسرها گفتند که قیامت میشود همین تمامی کنز و تمام قیمتی های زمین بیرون میبروید. گفتند انسان ها میبینن این جنبیدن و این حالت میبینن و چی میگفتستند؟ و قال الانسان، و میگن انسان ما لها، چی شده است این زمین را؟ یعنی که این زمین را چی شده است؟ گفته در حیرت میزنن. یومئذ تحدث اخبارها. یومئذ گفته روز قیامت، در همون روزی که بگیم آخران روزها هست در دنیا دیگه، به همون بگیم همه دنیا خراب میشد از بین میرود. تحدث سخن میگوید، اخبار گفته خبرهایش رو. یعنی که روز قیامت وقتی که الله پاک یکی از شاهدهای ما و شما گرداندگی از زمین را که ما شهادتی میده روز قیامت که در روی زمین ما چی کار کرده بودیم. در روی زمین کاری بد رفته بود یا که کار شر رفته بود، یا اینکه در روی زمین چی کارها شده بود، همه اینها را زمین هر آینه خبر میدهد. به چی سبب؟ بأن ربک اوحی لها. به سببیه میگنشه، به سبب اینکه پروردگاری تو اوحی لها وحی کرده از زمین رو، یعنی که امر کرده از زمین رو که خبر بده اکن روز چی کاری که در بالای تو شده بود خبر بده که. یعنی که این تو این آیت پورا از زمین صحبت میرفت و از آیتی بگیم 5 پایان اینجا هم بگیم از همون زمین بیرون شدن صحبت میکنن، اما یعنی که انسان ها نه که حساب و کتاب خودشان رو میبینن در قیامت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يومئذ
این یومئذین روزی اما قیامت وقتی که برپا می شود، یصدر الناس، کلمه یصدرو یعنی بیرون کرده می شوند، بیرون میاین. یصدر الناس همون روز یصدرو بیرون میان مردم. اشتاد گفته پراکنده، یعنی که پراکنده. به خاطر چی؟ لیورو، تا اینکه نشان داده شوند، یعنی که بیناننده شوند اعمال. هم گفته اما اعمال های آنها، یعنی که الله پاک حشر میکنه انسان ها را و جمع میکند و اعمال ها آنها داده میشود، به همون خاطر آنها به بیرون برآورده میشود و آنها اعمال هاشون را میگیرد. یک نفر گمان کند که من در اعمالم شاید که یکم چیزهایی باشد که نوشته شده نباشد. چی؟ الله پاک میگه نه. فمن یعمل مثقال ذره، پس انسانی که عمل کرده باشه، مثقال گفته یک وزنی ذره واری، مقداری ذره واری. ذره بعضی گفتن که وقتی که در یک خانه تاریک یک نور از بیرون که داخل میشه، در همونجا اگر اهمیت داده باشه مانند چنگ، گرد و یک چیزی میده میده میتواند، مانند همون واری اگر عمل کرده باشد همون ذره میگفتن. یکی جلالدین رحمه الله میگه که مانند یک مریچه مریچه خورد هستن که اگر همین قلم عمل کرده باشد، مرادش این است که عملی تو اگر هرچند کوچک باشد اگر اون میبینی. فمن یعمل مثقال ذره، پس انسانی که عمل کرده باشد به وزنی بگیم یا که مقداری ذره واری. خیر گفته کاری خیر، یرهو میبینه دوره. و من یعمل مثقال ذره، و انسانی که عمل کرده باشد به وزنی یا که مقداری ذره واری، شرن، یعنی که چی کاری بد کرده باشد، یرهو میبیند او را. یرهو گفتن که یرهو یعنی که میبیند همون اعمالش رو، یا که عملش رو میبیند. هر نفر میگه الله پاک تو گمان نکن که کار شری تو فراموش شده باشد و که کار خیری تو مثلا نوشته شدگی نباشد و فراموش شدگی باشد. یعنی که الله پاک ظلم نمیکنه، یعنی که انسان کار شر کرده باشد اون کار شرش رو چی 10 برابر نوشته شدگی باشه، این خیل نیست. یا این کار خیر کرده باشد اون ننوشتگی باشن، این خیل نیست. برعکس الله پاک کریم است. کار خیر جایی می شود که تا 10 تا 700 نوشته می شود، اما کار شر هم یک که باشد یک نوشته می شود. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.